کمال کلی چیزا برم گفت. از اول برش گفتم اما قبول نکرد. گفتم بالایی بچه فشار نیارین. هر انسان خودش میفهمه چه قسم زندگی کنه. اما گوش نکرد. تو امروز وظیفه تا انجام دادی. شیر هستی بچم، شیر. آفرین. کاکا، پدر ما باید از اینجا بیرون کنیم. بیشتر از این نمیخوایم اینجا باشه. خانه میبریم. اگر لازم شد در خانه شفاخانه میسازیم. درست است. اوی بس است دیگه. بله بله. خواهر چطور هستی؟ چی میکنی؟ خداوند جزای تبت دیرن. چی شده دختر؟ کدام گپ بد خو نگفتیم؟ این شماره از کی است؟ از من چارچش خلاص شده بود، از موبایل دوستم برات زنگ زدم. چرا سر من قرصی دختر؟ من خود چیزی نگفتیم. قد کو دیرن. شنیدی که چی گفتم؟ قد کو. در این وضعیت هم مرا آرام نمیمونن. خداوند جزای کلتان بته. آیسته. مادر، منزل اول آماده شد. سالون آماده کردم بچه. تو گفتی که سر راه باشه. خوب کردین، ببرینش. آیسته آیسته. اگه یاماش نمیرسید خدا ناخواسته. او شعر است. شعر. یک دختر آمده در اوتل شادخ درباره تو پرسان کرده. خیرت است؟ چیزی مهم نیست. میخوایم قدم بزنم چند دقیقه. است. بیادر، پدر می موتر دیده؟ چرا؟ چی گپ است؟ مخالفت نکرد؟ بس از دیگه بلیاز 4 تا قوم تام شروع نکو. یک موتر گرفتیم کلگی ور سرم گپ زدم میره. درست است، ما خود چیزی نگفتیم. موضوع عمدی چه قسم شد؟ پیشش میریم؟ نه، اونجا نمیریم. او به شرف صبح میخوایم. تشویش نکو. تحقیق کردی؟ تحقیق کردم. تو موضوع عمدی را زیاد جدی گرفتی. یک چیز نیست. وظیفه سابقش پیدا کردم ماهیگیر بود. دیگه ای که فهمیدم که یک بیادرم داره. بیادرش هم فکر میکنه که او قصاب است یا ماچ. از اینکه قدر معلومات پیدا کردی حتما به کسی وظیفه دادی؟ به امیکا وظیفه دادم. بچه مهیدین بیادر؟ میبینم که با مردم معرفی شدی. در انتخابات بعدی خود کاندید که کلگی برات رای میتبرنده میشی. اگه تو انتخابات مر اینجا پیدا کردی کاندید میکنم. قبول میتونم. میکا پس آمد؟ نه، تو هنوز ناماده بخوایمش. نه بانش نرسیدیم هنوز. رئیس کجاست احمق؟ بالاخره باید بگویی. اگه نگویی 4 تقسیم میشی. بگو دیگه لودا. ایمی سرعت موترها زیاد میشه. در اون صورت میفهمی چی بشه و همیشه از بین میری. یا بزن احمق. میموری. ده جنگل
در جنگل را. احمق گپ بزن. دادا گپ بزن جنگل چی کنم ها؟ واضح آدرسش هم میخوایم بچه. لطفاً فلان جاده فلان خانه و شماره خانه شو بگو. قسم میخورم نمیفهمم بیادر. خداوند جزای ما بده نمیفهمم. سه قسم است. بیادر بیکارنت. رئیس تو وظیفه انجام دادی، پدر من نجات داد. به شرفم نکشتی، آفرین. درست از دیگه شب ما بانتو برو. کاکا یاماج بیادرت حق به جانب است. وقتی آدرس وارتوغلو رو بفهمین چی میکنی؟ پیام ما را نگرفتی، مشخص است. گفتیم توقف کن نکرد. باید خود ما دست به کار شویم. درست است. از دیگر را درست است. باشا بس است دیگه. صبر کو ختم میشه. بیادر ما آدرس گفت همتون است. رحم کنید. رحم کنید. چی میکنه؟ ایرا بر ما بانه. با تانگ بالایش حمله میکنه. حال کتی چی کنه؟ عمرت دراز. عمرت دراز. خود دیده. حدسیم خواهد دیگه. بیادر بیادر این طرف هستم. بیادر بگی که بسیار شلستی بگی. باز بته چاقک، باز بته. بنداز. استاد نشو. تو پشت ما دق شدی بی شرف. کجاستی احمق؟ سگای تا جمع کو، یک جای بستهشان کن. باز او وقت ما هم میاد. خوش آمدی آقا سلیم. برای چیز بیارم؟ چیز اشتیا داری؟ نمیخورم، زنده باشی. لازم نیست داخل وام زهر خواد انداخته باشی. مسابقه چند خلاص شد. مساوی پیش رفتیم. خب درای غلط روان استی سلیم. بیبی هر دو ما قسم ضرر میکنیم. فکر میکنم انفجار کردن خانه اولت فراموش کردی. چطور؟ این خانه دومت است که آدم ها مرا چطور پیدا میکنن. یک روز خواد فهمیدی ما مثل آدم همراهت رفتار میکنیم، اما تو سرشانهای ما بالا میشی. او کارت با آدم میماند. سر را که چند دقیقه پیش با سینه زدی میفهمی سر کی بود؟ سر نفره بود که به خاطر کشتن پدرم روان کرده بودی. آدم ترسو به تو نگفته بودم که به خانواده ایم ضرر نمیرسانی. فهمیدی؟ برات نگفته بودم. آقا سلیم این کار تو اشتباس. ما با اونا نیستیم. ما و تو یکی هستیم. اونا دشمنای ماستن و از طرف اونا به تو کوی اطلاع پیشنهاد شد و تو هم قبول کردی. اگه قبول نکردی بگو که دوباره نقشه بکشیم. راست نمیگم سلیم؟ به تو گفتم که تکیه کده راحت زندگی کو، فقط به ما خبر برسان. نیکه یادت رفته. اوه افراد ما براحتی کشته میشن. کشتن، انفجار، سربریدن، روان کردن توفه، دکارتن، چشم، زبان. بازم صدای خدا نکشیدم. چرا؟ چرا که هر چی در زندگی یک قیمت داره. ما هم قیمتش پرداختیم. ادریس هم میکشتم، قبول دارم. وقتی ادریس کوچوال بزرگ زنده باشه باز کی؟ با سلیم کوچک ارزش میته. اشتباه میگم آقا سلیم؟ ای گپا را از فکرت دور که. نشنیدم صدقه چم.
گفتم این گپا را از فکر دور کن. بیادرم به خانه برگشته. یاماچ. چشمایت روشن، خوش آمده. ما برش چی خدمت کنم؟ او رام بکشم سلیما؟ با تو چرا حق میتم؟ و وظیفه تو فقط خبر رساندن به ماست، اما تو به ما سر میرسانی آقا سلیم. به هر صورت زیاد اینجا نباش. وقتی ما آمدم آدمای ما از پشت میاین. دیگه گفتنی نداری؟ ما گپای ما گفتم. اگه این قسم ادامه بدی به زودی با سر خودت فوتبال بازی خواهد شد. شما کت ما غرض نمیگیرین، مام کت شما. ایره به یاد داشته باش. قانون ما همین است. شهر ازمیر. در این وقت کی است؟ دخترم؟ پدر پدر آرام باش. آرام باش، گریه نکن دخترم. یاماچ، وضعیتش چطور است؟ نموتر است. بیادر زنگ زده بود. او هم دیوانه را آورده. کلگی منتظر ماستن. قهوه تا آوردم. بسیار تشکر. بیا دختر مقبولم، بیا. چطور هستی؟ بهتر شدی؟ خب تو را کی قدر پریشان ساخته؟ بگو شاید یک کار برات بتانم. شاید حل کردن نتانیم، اما ما عروسی کردیم پدر. خوشبخت شوی دخترم. چی بگویم دیگه؟ برات آزار میکنم، کار نشو لطفا. میشه نام داماد ما را بگویی دخترم؟ پدر برات آزار میکنم. درست است. درست است، معذرت میخوایم. از زندگی خود از خودت تصمیم گرفته میتونی. درست شد؟ مثل پدر فرمای خارجی شدم. خوشت آمد؟ فهمیدم. نمیتونیم که گپ بزنیم. درست است. درست است. بیشی. بیا. ببین دخترم، تو از طفولیت مغرور بودی. تا امروز از ما چیزی نخواستی. همیشه به خواست خود پیش رفتی. گفتی با استانبول میرم، مخالفت نکردیم. گفتی رسمی یاد میگیرم، قبول کردیم. منصرف شدی، باز قبول کردیم. پیانو گفتی، کنسرت گفتی، او را هم قبول کردیم. هیچ وقت برات چیزی نگفتیم. ای جاهایی که برام نام گرفتی تمامش نابخواره میپذیرم. متوجه هستی؟ ما برات نگفتیم تو استعداد نداری یا یاد نمیگیری. یک لحظه، ما به خاطر این گپا اینجا نامدیم. بله، به خاطر گفتن خبر عروسی تو آمدی. پیام روان میکردی، همو بس بود. دیگه خانواده بدون مخالفت به گپای اولادای خود گوش میکنن. اما شما چی؟ اولادای خانوادای دیگه 5 سال به خبر از خانه خود نمیرن. گپ فهمیدی؟ و بعدن یک روز پیدا شده نمیگم ازدواج کردیم.
نمیفهمم در کجای تربیه دختر اشتباه کردی. باز شروع نکن زنکه. دلش زندگیش. گپ نمیزن احمق. این کار لازم بود. چی میکردیم؟ بیادر برش چای میدادیم. بیادر درست است. درست است. جیغ نزن. بگیره بخون. چی است؟ صبر کن درست است. بیادر قسم میخورم من چیز نمیفهمم. آرام باش. یک گلاس آب برش بیار. حمدی است نامت نه؟ حمدی. درست است آرام باش. من گپ میزنم تو گوش کن فهمیدی؟ درست است. کل ما در زندگی یک نفر دوست داریم. من بیادرم از زیاد دوست داشتم. تمام کسایی که اینجا هستن دوستش داشت. او را از دست دادیم. میتونی مرا درک کنی ها؟ نمیتونی. چرا که بیادر تو زنده است. بیادرت تو را قصاب فکر میکنه. هر ما برش پولم روان میکنی. به حسن بیادرت دوستش داری نه؟ گوشت میفروشی. اما قسم دیگه اگه بیادرت از حقیقت خبر شوه سکته قلبی نمیکنه. بیچاره بیادرت از شرم خواهد مرد. بخو از دست دادن دوستا به انسان بسیار درد میتنی حمدی. مرا تهدید کردن بیادر. بسیار عذر کردم. گفتن کارت از دست میتی. پیشی رویم در روی یکی از دختران تیزا پاشیدن. دیگه چاره نداشتم. او دمو قار خدا شوی. تو از ما چی میخواستی احمق؟ چرا قبول کردی؟ چرا به ما خبر ندادی؟ چرا نگفتی؟ بیادر گفتن اگه بگویی زبانت قطع من یالا زبانت قطع میکنم. صبر کن بیادر. صبر کن هنوز کارم خلاص نشده. هر کاری که میخواین امرای مکنین. ما تا باشیدیم بیادر. اما به بیادرم ضرر نرسانین. با لیاز خدا به بیادرم ضرر نرسانین. ما را بکشین اما به بیادرم ضرر نرسانین. بیادر براتون عذر میکنم. پیش پایتون نیستم. بیادر خواهش میکنم. میکا پس بیا. هیچ کاری نکنی. زود پس بیا. خداوند از تو راضی باشه بیادر. دخترم کاش قبول نمیکردی جان پدر. کاش برش میگفتی من تو را نمیشناسم. درست است گریه نکن. من یک بار از بچه ها پرسان کنم. او بچه کدام سابقه جرمی داره یا نه؟ راستش من هیچ چیز را درباره او نمیفهمم. درست است. آرام باش. من او را پیدا میکنم در جایی که باشه. خب وقتی او را پیدا کردم باز با او چی میکنی؟ ازش جدا میشم پدر. طلاق میگیرم از او میخوایم به همیشه از زندگیم گم شود. دیگه هیچ چیزی از او نمیخوایم. درست است. شعر استی. بزرگ استی. مرد استی. خداوند از تو راضی باشه. درست است. چاپلسی نکن. بکش بیادر. بکش. ما به شما خیانت کردیم پس مرا بکشین. نمیکشیم. اتقا خوش نشو. تو به ما کمک میکنی. وارتوغلو یا افرادشان
از تو دختر میگیرن نه؟ اونا نو شروع کردن بیادر. راستش بعد از حادثه شما. کدام حادثه؟ یکی از دخترها یک نفره وارد اوغلو را کشته بود. سرش بریده بود. او دختر از منطقه چقر بود. براتان گفته بودم اما تو نیست؟ بیادر ای کار شده. به هر صورت گوش کو چی میگن. وقتی وارتوغلو و افرادش از تو دختر بخواین روان میکنی، کل گپا رو خوب گوش کو. هر چیزی که من میگم امو رو باید بکنی بدون کدام سکتگی. فهمیدی؟ فهمیدم بیادر. سر روی از یه آدم پانسمان کنیم. بازبانین که به خانه رفته کالای خودت تبدیل کنه، اما یک نفر همیشه همراهش باشه. تا زخمای جور نشده در پشت تلفن گپ میزنیم. با هیچ کسی روبرو گپ نمیزنی. فهمیدی؟ اگر گفتن بیا اینجا بگو بیادر مریض است پیش او رفت. فهمیدم بیادر. خداوند شما راضی باشه. بس است که چاپلوسی نکن. بیادر معذرت میخوایم. نامت چی است؟ عیسی هستم. عیسی. نفر کی بودی؟ بابا ادریس. عیسی بیبی بار دیگه قبل از شکنجه کردن به من خبر بدی. بگو بیادر میخوایم این کار کنم. درست است؟ درست است بیادر. برو بیادر. زیاد چیز نمیخوایم. هر کاری را که میخواستین کنین یا انجام بتین برای من خبر بدین. فهمیده شد؟ کسی را به نام علیچو میشناسین؟ از کثافات دنیا کاغذ جمع میکنه، شیشه جمع میکنه، از منطقه چقر است. بابا زیاد دوستش داشت. وقتی خانه میامد برش نان میکنه. فعلا کجاست؟ میتونم پیدایش کنم؟ پیدایش میکنم. اگه به زحمت نمیشه ایمی. پاشا کجاست؟ با زیارت وارتوغلو رفته. بسیار خاموشی است. افرادش در داخل است. اونا را نمیگم. بسیار خاموشی است. کسی دروازه را باز نکده. پرده را کش نکده. کسی سیگرت کشیدن هم نبر آمده. چی شده؟ به هر صورت از قسمت خود فرار کردن نمیتونیم. برین. لعنت با شیطانا. اینجا کسی نیست بیادر. در منطقه چقر کی مانده؟ عجله کنین احمقا.
اوضاع چطور است؟ خدا را شکر کشته نداریم. شکر. 4 زخمی داریم. یکی از زخمی عارف است، صاحب مکان. وضعیتش وخیم است، اما گفتم نجات پیدا میکنم. مکان دومی؟ بعضی ها سوختن، سطحی. البته زیاد ترسیدن. خوب بشن بخیر. Новинка. Poco X3 NFC уже на Wildberries. Мощнейший инструмент для развлечений. او بیشرف آرام نمیشنه. بیادر باید حمله کنیم. بیادر صبر کنیم. یا ماچ دوست دارم بچه، اما حق نمیتم. این کارا از توان تو بیرون است. تو پیش پدر و مادرت باش. ما وظیفه خود انجام میتیم. تو گپ نزن جهانگیر. توبه چرا خاموش باشم؟ کل چیز به خاطر تو شد. سلاح و چند نفر گرفتی رفتی، کارت اشتباه بود. اشتباه نکردیم. ما همین یاد داشتم. بار دیگه تو برا که ببینم. ما نمیترسیم، مثل مردا کار خود انجام میدیم. گپایی را که میزنی گوشای تو مشنوه پاشا. البته که مشنوه. پس چی میکده؟ بیبی به زودی از گپایت پشیمان میشی. نخیر جنابی، کارا از توان تو بیرون است. مادر قبول کو که اشتباه کردی. بس است. پاشا بشین. ایویتون بشین. ما فقط من که گپ بزنم. صبح بجای ای سر ما خاط بود. بیادر ما کشته شد. جنازهش هنوز در سردخانه است. چرا؟ چرا؟ جواب بده. نه به خاطر که در مراسم جنازه حمله میکنه. به خاطر که در مراسم جنازه حمله میکنه. به این اندازه ضعیف شدیم؟ ها؟ میبینه این کوچوالا نمیتونه جنازه خود دفن کنه. به این اندازه ضعیف شده. میبینین؟ درست از خلاص شد. ما به گپای شما گوش کردم. بعد از این شما به گپای ما گوش میکنید. تا ما نگفتیم دیگه حمله نمیکنید. امیدوار هستم که فهمیده باشین. بی خبر از ما اگه کسی یک مرمی هم فایر کنه میکشمش. هدف میزنیم بسیار دقیق. با صبر میکنیم. فکر میکنن از بین رفتیم. او وقت فکرشان راحت میشه و از غار خود بیرون میشن. او وقت باز به هدف خود میرسیم. جوانی ادریس یادم آمد. با خدا از مامم و تو.
هیچ تغییر نکردی ادریس کوچوال. بیادر علیچو آمده آشپزخانه است. داخل نمیه؟ نه خیر داخل نمیه، آشپزخانه می باشه. ها درست است. خوش آمده علیچو. کاکا چطور است؟ زنده است. او هم از برکت تو. خوب است. باش علیچو، معذرت میخوایم. برای چی بتم علیچو؟ چی میخوای؟ خانه، موتر؟ چیزی نمیخوایم. کاکایم خوب شوه کل چیز است. مهره چه قسم شناختی؟ کاکا عکست برام نشان داده بود. چی وقت نشان داده بود؟ 3 جولای 2014. 3 سال قبل. 3 سال قبل. ایسا در بیرون از ما 3 موتر استاده است. نمبرهای پلیتش چند است؟ 7336 MTNO 975 که 239. کالوشه درست گفت رئیس. مرا چند دفعه دیدی علیچو؟ تقریبا 5 بار دیدم. در بشکتاش سوار سرویس میشدی، در جهانگیز از یک خانه بیرون شدی، 14 جون 2015 دوای اغلو انکت یک دختر گپ میزدی، 18 روز پیش در اردوگاه وارد یک فابریکه شدی، دواسازی بود. البته امروز هم در شفاخانه. هیچ چیز فراموش نمیکنی نه؟ فراموش نمیکنم. خوب. امرای دختری که پیش مایخانه گفتی مرا دید، بیاد دارم. همی بود؟ به تو یک آدرس میتونم علیچو. آدرس او دختره در خانه نبود. چند دفعه رفتم، حتما جای دیگه رفته. وقت آمد برام خبر میتینی؟ درست است. پس تو به او آدرس برو، وقتی دختر آمد برام خبر بده. سیز خبر میتم. ایسا یک قلم و کاغذ بیار. ایسا قلم و کاغذ بیار، زود باش. Nemrud'un kızı yandırdı bizi, çarptı sillesini felek misali. Sil yazimizi, kurtar bizi. Çarptı sillesini felek misali. Mevlam'dır bizi. Ocağın söndür, nasıl beladır. Dırnakı gitsin, bu ne devrandır. زدی هوای ما رو خراب کردی. چرا اینجا اومدی؟ ماشاءالله بیادر بسیار خوش هستی. البته که خوش هستم مدت. چرا نباشم؟ بیبی سعدالدین بیادرت بسیار کوچک فکر کردن، اما کمرشان شکستانده. منتظر باش، به دروازه ما میاین، زانو میزنن. خواد گفتن که به تو پشت دست سعدالدین بیادر. کم مانده بیادر، حق به جانو بستی. مدت با بچه ها بگو که لازمه که گفته بودم بیارن. کار بار خودش شروع میکنه. مطمئن هستی بیادر؟ با ما خود جنجال جور نمیشه. بس است. بادزی یا تخت است یا تابوت مدد. وسایل، مخدرات، اسلحه تمامشان بار کن. با لابراتوارم نفر روون کن. کلی چیزا جمع کرده اینجا بیارن. استانبول باید خبر شوه که وارتوغلو آمده. هر چی که تو بگویی بیادر. مدت امر کو بیادر.
در سابقا برم بسیار انسانیت میکدی. پرسان میکدی که به چی ضرورت داری. نیک از من خفستی مدت. خواهش میکنم بیادر، کافی است که تو امر کنی. برات آماده کنم بیادر. آفرین شیرم. با بچه بگو که آماده باشن. امشب خوشگذرانی میکنیم. راستی مدت آدم قابل اعتماد باشه. نمیخوایم که مرا لط کنه. خاطر جمع باشه بیادر، تو فقط منتظر خبر ما باش. آی پدرم کجاست؟ صبح تو هم بخیر. محکمه نمیری مادر؟ نه، من ای کالا را همیشه میپوشم دخترم. دوباره میپرسم پدرم کجاست؟ رفته که مشکلات دختر خود حل کنه. بسیار خوشبخت بودم که این خانه را ترک کردم. فکر نمی کنم کاملا ترک کرده باشی. همیال سر میز ما 6 تا نان ما میخوری. ما با تو چی کردیم؟ ها؟ چی بدی کردیم مادر؟ بجز هر بار ناامید ساختن من؟ بله، این کار کردیم. به خاطر تو بچه ما از دست دادم. وقت مردی در جنازه تام نمیه یا میفهمی؟ معلوم است تو امرایم چه قسم گپ میزنی؟ من مادرت هستم. در زندگیت فقط یک بار باید بالای من باور میکردی، اما متاسفانه این کار نکردی مادر. من اینجا چی میکنم؟ چرا در خانه ای که جای ندارم پس آمدم؟ درست از برو. چی برنامه داری یاموچ؟ چی تولید میکنه؟ هر کثافت تولید میکنه. 1000 کسپس بیشرف. هیروین؟ هیروینم تولید میکنه. 15 16 پس نفتم همراهش میایه. یاموچ چی نقشه داری با من بگو تا بفهمیم بیادر زاده. یک کمی نمک نیوتروم ضرورت دارم. نمک چی؟ نمک نیوتروم کجا پیدا میتونین؟ اشتباه کردم پدر، باید نمی آمدم. مادرت برای چیز نگفت؟ ما یک جا بودن نمیتونیم. هر چی کنم بازم مرا بانش دقیقش نشو.
بسیار معذرت میخوایم تو را به زحمت ساختم. خواهش میکنم هیچ گپی نیست. کاش بیشترم رایت میبودم دخترم. به استانبول بیا. یک روز میایم. منتظرت میباشم. البته تنها بیا. این کار کردن نمیتونم دخترم. درست است. بازم به خاطر کل چیز بسیار تشکر. سنا، یک کمی معلومات پیدا کردم. یک منطقه از به نام کجوالا و بچه از اونجاست. ما همه قدر فهمیدیم. یعنی مثل یک قبیله است؟ او قسمم نه دیگه. پس مافیا هستن؟ نمیفهم گزیده. ارزش نداره که بفهمیم او بچه از او خانواده است یا نه. حتما بچه اوناست جانم. دختر چی گفت؟ حتما باور نکده. بله باور نکد. وقتی درباره او بچه برم گفت او بچه کاملا متفاوت است. گروه موسیقی داره، همیشه گیتار می نوازه. دمی قسم کارا مصروف است. از بچه تان پرسان کردی؟ سوال جدی نبود هموت نیست؟ از همکارای سابق پلیس خود پرسیدم اونا آدمای درست نیستن دخترم. تجارت‌های مشکوک دارن. اگه این بچه از او خانواده است یک لحظه منتظر نباش. ازش جدا شو. نگفت که تا 15 دقیقه دیگه میرسیم مدت؟ بیادر. اگه گفت چرا نامد؟ شکر که بالاخره آمد. بگو. میخوایم امروی وارتوغلو گپ بزنم. تو کی هستی؟ ما یاماج کوچوال هستم. خواستم برات یک توصیه کنم. لوجستیک چی است میفهمی؟ نمیفهمی. قسمی که حدس میزدم. حال اولین قانون لوجستیک برات یاد میتونم. مال
افراد و سرمایه خوده. هیچ وقت یک جای حمل نکو، فهمیدی یا نه؟ مارتوپلو صدای من بشنوی؟ تو کجاستی احمق؟ کجاستی بی غیرت؟ احمق منتظر باش. ماگه تاره با دستای خودم توتا نکدم. نامرد باشم. حالا ما چی خواهد از سرم کنم؟ یاماش دیگه کی است؟ کی است یاماش؟ پیداش کنه. او آدم رو پیدا کنه. شنیدی مدت؟ شنیدی؟ داخل نمیاین، مادرم نان آماده کده. نه خیر، ما نمیاییم. تو کم استراحت کو. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی بچه. خوش باشی مادر. در خانه مهمان داریم، منتظرت است. تو هم خوش آمدی بچه. در جای همیشگی سم بیا. قرار بود که خبر بیتی. چی شد؟ ای چه قسم کار بود لوده؟ چیغ نزن احمق، چرا چیغ میزنی؟ یک موترت منفجر شده، چی مشکل داری؟ موتر میگی؟ با واسطه اون نان خود پیدا میکردیم احمق. وسیله روزی ما بود. فقط یک زنگ میزدی، یک زنگ. همین کار کردن نتونستی. نتونستم، موفق نشدم. تو یا ما چه نمیشناسی؟ گفتی قیمتش هم میپردازم وارتوغلو. اینه قیمتش. بگی خوش شدی یا نه؟ باید تحمل کنی. آقا سلیم، هنوزم نمیفهمی که من کی هستم. اما او بیادر لوجیستیکیت میفهمه که من کی هستم. من کی هستم مدت؟ وارتوغلو سعدالدین بیادر. وارتوغلو سعدالدین بیادر میگی؟ من رفتم. حرکت.
شماره مورد نظر خاموش می باشد. دوباره ها؟ نمی آمدم. چند دقیقه بعد چشمای من باز میکنم و تو اینجا نمی باشی. یاماچ عزیزم